میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته. نیم ساعت پیش چکش کردم، الان فقط باید منتظر باشیم. تا کی باید منتظر باشیم؟ تا وقتی که بهوش بیاد. چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو رو میخوایم بکنیم تو گور. حق داره بدونه چرا گرفتیمش. نه بابا، قشر خاکستری هم بالاخره زبون وا کرد. انقدر حرف نزدی ببینی باده داره از کدوم ور میاد بپری تو باد. عیزه به کسخل جان، این بابا صدا تو شنیده، تو هر گوری باشی 2 دقیقه‌ای پیدات میکنه، کون تو پاره میکنه. حالا ببین شیبا خانوم، تو اصلا چه شکلی به رفیق عمو سالارت اعتماد داری؟ مطمئنی نمیفروشتتون؟ اینی که من میبینم یه چک بخوره اسم همه رو به خط گفته. تو هم واسه من بلبل شدی حق میکنی. تو چیزی از حق بارت جوجه؟ تو چرا فقط فکر میکنی خودتی که میفهمی؟ همه حق دارن نظر بدن. شما یکی که خیلی حق داری عروس خانم. خب بالاخره سفید بخت شدی، ازدواج خوب کردی. فکر میکنی آمار 16 تو نداریم ما؟ ازش پرسیدی بابا جونش چجوری راه 100 ساله رو یه شبه عین فشنگ رفت؟ تو چرا انقدر مثل بچه ها فکر میکنی؟ چرا از این اون دنبال آتویی تو عقده‌هاتو سرشون خراب کنی؟ چرا نمیخوای بزرگ شی؟ اولی آروم باش عزیزم، وارد بازی این نشو. آروم باشم که چی بشه؟ که دوباره شروع کنم به قرص خوردنم و زندگیمو به گند بکشم؟ نه واقعا دیگه بسه. لابدم الان این داره میگه من چرا ذوق عروسیمو ندارم. برای اینکه وقتی از زندان اومدم بیرون اون کثافت شایعه کرد که من باشون همکاری کردم. تا این بیرونم برام بشه یه زندون بزرگتر. من خواستم امروز تو اینجا باشی. تو هر چیزی که باید بدونی رو از دهن همین دیوس بشنوی.